12 سال با همین شریف اولادور شدم. دانشگاه تجارت هم میخوندم. بعد پنجاکین توی کدان آوردم ما در همون خونه استخونده که شوهرم خریده همونجا زندگی میکردیم سه خونگاه بود. بعدی 7 ماه توی ما خشتومانم مرد. بعدی مرگ خشتومانم هیوارم دو خونگاه داشت چیده. نمی یاران جالجام داشت. اومد خطی ما زندگی کردن انگلیس پدری من بود ما پنجاکین رفتیم. اومدیم زنگ زد که من خونه فروختم. من دادار گفت دامی شستی اگه اونجا دو خونگاه میگیریم میتونم. خواهش شوهر من گفت من خیر روزیشی. من یک سال گذشت فعالیت کردم خشتاورش شینم گفت که اگه خونگاهش میگیریم $10,000 میتونم. شوی من گفت من برادرش هم $10,000 داد برآمد برای خونه کوچمانش جمع کرد رفت خونه خشتومانش. 4-5 ماه زندگی کردیم که با اومد در اومده همین بانشون نقشه زنش شوهر من دشمن کرد. شوهر من زنیم را زد. اونجا جنگشون سرش درد شد. یه حادثه سال 2014 سال شد. اومدیم پیش همین چسخوی منطقه گفتیم کم خیلی گفت برای سود مراجعه کنیم. سود فیلادلفیا مثال دلیل جنتوی کردم تفتیش کردم 1 سال دوام کرد. سودی هم به اجازه شوهر من حلنامه سود برو و حلنامه سود غیر قانونی برو و حلنامه سود مرا نگو برو مثال شوهر مرا موقع دو سودی وقت مرافعه ما اشتراک کردگی نبودیم. وقتی حلنامه برو وردن ما ندادن 1 سال ایبان گذشت ما چیز مثال آدمای هم کارگاه دستگاه رفتیم مثال بعد ما حلنامه دادن. در حلنامه نوشته بودن که همین شریف فردوس با فرزندانش در قید خانه شریف صادق گرفته شدن. این خانه داکیومنتال نه شوهر من سال 2001 سال خانه برنامه شد. 4 روز زندگی کردیم 5 روز خسر بچهای هیوارم اومدن همین درون خانه شما زدن من خودم بوده که هم حامله بودم هم تو گودکم قطیم بود برو وارد در بیرون میکردن. حامله دار بودن روز 24 ینور همین دخترچه سیموم شید 24 ینور داشت و 27 ینور بازار سخاوت سودا بر اومدن. ژورنالیست‌ها رفتن مثلا صورتگیرا ژورنالیست‌ها هم حادثه کار دیدن جای سخاوت ما دیدن اومدن گازیتا برو وارد من گفتم اکا عاقبت همین کار بیزی بامیس بعد دادیم هیچ کی نرسید. کوچبانم درس پیش عید رمضان در درنی بزرگ بود در رمضان بزرگ خوب بودم خیلی با جای افتادم با پنجاکین رفتم یا ایستادم اومم در درنی عید قربان بود در درنی بزرگ در درنی امارکه بودم. این همی 3 روز کوچبانم در درنی بزرگ سخاوت شو میرود تق میکنه میگه اکا مقصد کوچبانم در میدان چیکار کنم تو من فریب کردی مثال خونم در مگیتی من در کوچه موندم میگه من میخواید شما میکنید شو من پولچش میزنه اكو جلاتش خوازبی نیست همین دو تیغ میگه هم پیش زاگی با دشمنی که اکاش کرده هم تلفنی من زاپسای با خدا اکین همین یوز اگه شو من سروق بتن همین مثال به هیچی برای خونه در خودش رفته اکاش خیلی کرده اگر به هیچ سروق شدن که ما خطی نمون خونه درشم الان میزنم بودا کام خطی خدا میکشم برای بعد دادیم هیچ کی نرسید من تا پروکاتور شهری نمیستم مریضا نمیستم سودی اولی دارم نمیستم مریضا یگان تش جواب من نگردوندم.